دوستان و آشنایان، حالا که کووید 19 سیر صعودی داره و مقابله با اون دشوار شده، من این وضعیت بدنی رو به خودم میگیرم تا به شما نشون بدم امروز در ICU چه کارهایی میکنیم تا به تعداد زیادی از مبتلایان کمک کنیم. به پاها و زانوها و آرنج من و شکلی که گرفتم نگاه کنید. ما در حال حاضر در وضعیت دشواری قرار داریم. شرایط بسیار سختی را میگذرونیم تا به مبتلایان اکسیژن برسونیم. اکسیژن رسوندن با ونتیلاتور به بیمارانی که تنفس نمی‌کنن واقعا دشواره. چیزی که نشونتون دادم یکی از تمریناتیه که کمکتون میکنه تا اکسیژن رو به ریه هاتون برسونید و ترشحات ریه ها رو خارج کنید. پس وضعیت بدنی که در ابتدای ویدیو نشونتون دادم به شما کمک میکنه که اکسیژن رو به ناحیه پایینی ریه هاتون برسونید. کووید 19 به ناحیه پایین ریه هاتون حمله ور میشه و باعث ترشحاتی میشه که چسبناکه، ریه ها رو میبنده و به خفگی و از کار افتادگی سیستم تنفسی منجر میشه. بررسی های زیاد که هیچ تردیدی هم در موردشون وجود نداره نشون داده که بهترین راه برای اکسیژن رسوندن اینه که ما یعنی گروه های مراقبت ویژه بیمار رو به شکم بخوابونیم و وضعیت حتی بهتر همونه که در ابتدای ویدیو نشونتون دادم و بر روی دست ها و زانوهایتان قرار میگیرید. بعد آرنج هایتان را اینطور پایین میگذارید و سرتان را پایین میگیرید و دم عمیق انجام میدهید و سرفه میکنید. به این حالت میگوییم پرونینگ، PRONING یا دمر افتادن. قرار گرفتن در این وضعیت برای به حرکت درآوردن آن مواد لزج فوق‌العاده موثره و ترشحات غلیظ چسبناک جمع شده در پایین ریه ها که بخش بزرگتر ریه ها هستند رو با سرفه بیرون میرونه و این کار ریه هاتون رو از خفگی در اثر کووید 19 نجات میده. شستشوی دست نزدن به صورت و بینی، استفاده از ماسک حائز اهمیت بسیار زیادیه و عده زیادی درباره‌اش توضیح میدن. اون چه من دارم به شما میگم از قلب بخش مراقبت‌های ویژه است. دیروز برای ما روز غم‌انگیزی بود. ما آن را دیدی مینامیم. با واژه دیده در جنگ جهانی دوم آشنایید؟ برای ما دیده است، چرا که دیروز در بیمارستانمان تلفات زیادی داشتیم که در اثر کووید 19 بود. شوخی هم نیست، شایعه سازی و دروغ هم نیست و آمار ساختگی درست نمی کنیم. اگه شک دارید و گمان دارید که ما پزشکا عدد سازی می کنیم، آزادید که چنین فکری بکنید. ولی با من تماس بگیرید، شما رو به اونجا میبرم و به شما نشون میدم که آدم ها چطور بدون اون که لازم باشه به خاطر این ویروس تلف میشن. و اما برای حفاظتتان، در صورتی که دچار مشکلات تنفسی ناشی از کووید شدید، تا اونجا که میتونید به شکم دراز بکشید 8 10 12 ساعت در روز و اگه میتونید روی دست‌ها و زانوهاتون باشید و دست‌هاتون رو اینطور قرار بدید و سرتون رو پایین بگیرید، پس پشتتون رو به پایین میشه که اصطلاحاً در یوگا به این وضعیت سگ رو به پایین میگن. میتوانید ریه هاتون رو تمیز کنید. برای رقیق‌تر کردن اون ترشحات میتونید زنجبیل و زردچوبه بخورید که با مختصری عسل طبیعی هم شیرین شده باشه. اون ترشحات رو نرم و آماده خروج میکنه. دلیل اینکه شاهد این همه اختلال تنفسی و تنفس مصنوعی و مراقبت‌های ویژه هستیم اینه که ریه ها با اون مواد لزج و غلیظ و چسبناک و سلولهای مرده دچار خفگی میشن. پس کاری که ما امید داریم انجام بدیم اینه که اونها رو به حرکت بیاندازیم و مانع از گیر افتادن اونها در ریه ها که مثل چسب یا سیمان عمل کرده و ریه رو مسدود میکنن بشویم. نرم کردن اون ترشحات با استفاده از زنجبیل و زردچوبه شیرین شده با عسل و بیرون روندنشون با دراز کشیدن به شکم یا حتی روی زانوها و آرنج‌ها در حالی که سر رو به پایین قرار داره. و اگه کسی از آشنایان رو دارید که میدونه چگونه با زیاد نزدیک شدن به شما از خودش محافظت کنه، بذارید با ضربه زدن ملایم به پشت قفسه سینه شما اون ترشحات رو به حرکت واداره. امیدوارم با این کار تندرست بمانید. من دکتر رفاعی هستم. من در پاناما سیتی فلوریدا پزشک هستم و از بیماران مبتلا به کووید هات در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌هایمان مراقبت می‌کنم. همه شما رو دوست دارم. مراقب خودتان باشید. این را به اشتراک بگذارید، چرا که پرونینگ یا دمر دراز کشیدن در ICU جانها را نجات میده.
پرونینگ جانها رو در آیسیو نجات میده. همتون رو دوست دارم.